نشریه مسکوفسکی کمسامولس خبر داد که روز یکشنبه ساعت 14:30 در دهه ترویتسا در حوزه واسکرسنسکی در نووی مسکو جسدهای دو مرد زاده تاجیکستان را پیدا کردند. دهه ترویتسا 40 کیلومتر جنوبتر از شهر مسکو در نزدیکی دهه سخاروا مکان مرکز مهاجران سخاروا جایگیر شده است. بنا به اطلاع نشریه جسدهای مهاجران تاجیک را از جای خوابشان در یک واگن در حدود یک حوله خصوصی پیدا کردند. پلیس گفت مهاجران ففتیده یکی 48 سال و دومی همگی 22 سال داشتند. آنها در این حوله به کارهای تعمیر و ترمیم مشغول بودند. سبب مرگ مهاجران هنوز دقیق کردن نشده است، ولی بنا به فرضیه مقدماتی اینجا ظاهرا عمل جنایی دیده نمی شود. تفتیشات ادامه دارد. این نخستین مورد مرگ فاجعه‌ای مهاجران تاجیک در روسیه در پایان هفته گذشته نیست. صبح بروقت 8 سپتامبر بر اثر به ستون فانوس برخوردن یک ماشین در مرکز شهر نوسیبیرسک 3 شهروند تاجیکستان زنده به زنده سوختند. مهاجرت کاری در روسیه یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان باقی میماند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان برای تامین روزگار خود به روسیه به مرد کاری میروند. این تقریبا نصف تمام اهالی قابل کار تاجیکستان می باشد. هر سال در روسیه به علتهای گوناگون از جمله بر اثر فلاکت‌ها در جای کار بیش از 1000 مهاجر تاجیک به زندگی پدرود میگویند. یعنی به حساب میانه هر روز مهاجرت جان 3 مهاجر تاجیک را میگیرد.